من یک سوال داشتم. سوال من از دو قسمت عبارت است. یکم قسمت همین که آیا خداوند الله یعنی که مقابل منطق عمل میکند؟ یعنی که منطقی که ما میدونیم نه خلاف منطق عمل میکند. برای این چیز نه سوال دادم، برای آنکه من در حالت مثال در جایی که کمپانی که مثال کلامش پاپ خریستیان است کار میکنن، اونها عقیده دارن که وقتی که حضرت آدم علیه السلام و حوا از همون میوه‌ای که از درخت مثال میخورن، یعنی که مرتکب گناه میشند، بعد از آن همین آدمیزاد روحاً گناهگار بود تا زمانی که حضرت عیسی آمد. همین عقیده دارن. برای همین سوال دادم که یعنی که یکمین آدم گناه کرد و حضرت آدم پرزش طلب کردن و خداوند حضرت آدم را بخشید. لیکن از کدام سبب؟ یعنی که همون گناهایی که کردند، یکم آدمی که گناه کرد، به این مثال همه آدمیزاد روحاً مثال میگذرد. خب در اینجا کدام کاری الله تعالی به منطق خلاف آمده سوالی است؟ من همین بود که یعنی که خدا خلاف منطق کار نمیکند همین طور، یعنی که گناه دیگر کس به دیگر کس نمیگذارد. هیچگاه الله تعالی خلاف عقل یعنی کاری نادرست نمی کند. جل جلاله همه صفتاش صفتای کمال است، همه کارهاش کارهای عالی است. و آدم علیه السلام وقتی گناه کردند الله تعالی حضرت آدم را به زمین پرتافت. لیکن اصلا الله تعالی انسانیت را به این دنیا برای مشقت و برای یعنی مشقت یعنی طبیعت است و طبیعی هست چیزی آفرید برای امتحان. در سوره ملک گفت که خلقکم لیبلوکم ایکم احسن عملا. الله تعالی شما را آفرید تا اینکه امتحان کند که کدام شما از نگاه عمل از روی عمل بهتر است. خیلی نه که الله تعالی همه مخلوقات رو به جنت آفرید و بعد چی میشه؟ یعنی که یکی عباره به جنت می آفرد یا با تا آخری عمر یعنی آخر نداره در جنت زندگی میکنه، این معنا ندارد. مقصد آفرینیش الله تعالی امتحان میکند که آیا بنده ها الله تعالی رو عبادت میکنن یا نمیکنن. و این چون یکی از سبب ها برای آفرینش این شناختن الله تعالی، دانستن قدرت های الله تعالی. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير. در سوره طلاق الله تعالی ذات است که هفت قبت آسمان را آفرید و از زمین هم مثل آسمان ها آفرید. یتنزل الامر بینهن، امرها فرمان های پروردگار از آسمان ها به زمین ها نازل می شود. لتعلموا، تا اینکه شما دانید که ان الله علی کل شیء قدیر، الله تعالی به همه کار قادر است و الله تعالی همه چیز را با علم احاطه کرده است. همین دانید گفته الله تعالی این کارهای کرد. بنابراین این عین حکمت است که الله تعالی ما را به زمین آفرید و ما امر کرد و ما را نهی کرد، فرمان داد، از بعضی کارا ما را منع کرد تا اینکه امتحان کند که کدام ما از روی عمل اطاعتکار هستیم، تا اینکه اطاعتکار مکافاتی نگیرد، آدم گناهکار جزا گیرد.